میخوایم دو کیس میان رده از دو برند ایرانی رو با هم مقایسه کنیم که شباهت‌های زیادی با هم دارن، اما ما در اصل میخوایم تفاوت‌هاشون رو بررسی کنیم. کیس مدل پارسوو از برند گرین و کیس F700B از برند فاتر. هرچند این دو کیس علیرغم تشابهاتی که با هم دارن، تفاوت‌های قابل توجهی هم دارن که همین تفاوت‌ها میتونن در تصمیم گیری شما برای انتخاب گزینه مناسب‌تر تاثیر زیادی داشته باشن. همونطوری که قابل مشاهده است، کیس فاتر در نگاه اول اندکی بزرگتر از کیس گرین به نظر میاد و با بررسی ابعاد دقیق اون میشه متوجه شد که 20 میلیمتر در طول، 10 میلیمتر در عرض و 10 میلیمتر هم در ارتفاع بزرگتر از رقیبش یعنی گرینه که باعث میشه فضای بزرگتر و البته سینی بزرگتری هم در اختیارتون قرار بده. جنس بدنه و شاسی کیس گرین از استیل الکتروگالوانیزه و کیس فاتر از فولاد ضد زنگه که هر کدوم مزایایی نسبت به دیگری داره. در خصوص جنس پنل جلویی، گرین از پلاستیک فشرده استفاده کرده و رقیبش فاتر اما در این خصوص ولخرجی کرده و از پلیکربنات و ترموپلاست بهره برده که البته فرمولاسیونی جدیدتر و پیشرفته‌تر نسبت به پلاستیک فشرده محسوب میشه و از مزیتاش به عنوان مثال میشه به مقاومت بیشتر در برابر ضربه و خراش اشاره کرد. البته نمیشه از اشتعال ناپذیری بیشتر و خصوصیت خودخاموشی اون هم چشم پوشی کرد. مقاومت در برابر اشعه ماورای بنفش UV و سایر شرایط رطوبتی و دمایی هم باعث میشه این پنل به مرور زمان کدرتر نشه و به بیانی از سکه نیفته. در خصوص ضخامت، ورق هر دو کیس 0.7 میلیمتر ضخامت دارن و مقاومت و استحکام خوبی هم دارن. کیس پارسوو برند گرین هنوز از دستگاه‌های قدیمی ODD مثل CD درایور و DVD درایور پشتیبانی میکنه که میتونه برای کسایی که هنوز این نوع دستگاه‌ها رو استفاده میکنن مهم باشه. اما کیس F700 فاتر از پشتیبانی این نوع دستگاه‌ها به صورت اینترنال محرومه. البته این رو هم بگیم که در سیستم‌های حرفه‌ای جدید درایورهای ODD به صورت اینترنال وجود ندارن و کاربران در صورت نیاز از ODD های اکسترنال استفاده میکنن، چون اولا دستگاه های ODD نویز زیادی در سیستم ایجاد میکنن که علاوه بر داشتن صدای آزاردهنده باعث کاهش پرفورمنس سیستم میشن. دوما دستگاه های ODD به دلیل ظرفیت پایین و چندین برابر بودن حجم بازی های جدید دیگه کاربردی نیستن و از رده خارج شدن. سوما نصب از طریق ODD ها به دلیل سرعت پایین بسیار زمانبر و آزاردهنده است. هر دو کیس از 7 درگاه توسعه افقی پشتیبانی میکنن، اما کیس فاتر علاوه بر 7 درگاه توسعه افقی دارای 2 درگاه عمودی هم هست که یعنی در صورت نیاز میشه از انواع کارت گرافیک های با ضخامت 2 اسلات در اون هم استفاده کرد. خب میرسیم به بخش مدیریت کابل که کیس پارسوو با 3 میلیمتر بیشتر نسبت به F700 به اندازه 0.3 سانتی متر عمق بیشتری در اختیارتون میذاره. روی هر دو کیس از قبل یک عدد فن 12 سانتی متری در قسمت پشتی نصب شده. در کیس پارسوو میتونین از 6 فن اضافه استفاده کنین، اما در کیس F700 این تعداد به 12 فن ارتفاع پیدا کرده که قاعدتاً توان تهویه بیشتر و بهتری برای شما ایجاد میکنه. اگه بخوایم بخش‌های مختلفی که به ما امکان نصب فن رو میدن بررسی کنیم، باید بگیم در قسمت جلویی کیس F700 از 3 عدد فن در سایز 120 و یا حتی 140 میتوان بهره برد. موضوع وقتی جالب‌تر میشه که متوجه میشه از سیستم‌های خنک کننده آبی 120، 240، 280 و حتی 360 هم در این قسمت بهره ببرید. و در مقابل پارسوو تنها از 2 عدد فن و یا یک واتر کولر 280 پشتیبانی میکنه که این یک ضعف در مقابل رقیب نارنجیش به حساب میاد. در قسمت بالایی کیس F700 مشابه قسمت جلویی اون میشه از 3 عدد فن در سایز 120 و 140 بهره برد و باز هم در کمال تعجب متوجه میشین که میشه از سیستم های خنک کننده آبی 120، 240 و 280 و حتی 360 هم در این قسمت هم بهره ببرین. و در مقابل باز هم مثل قبل پارسوو تنها از 2 فن و اون هم فقط 120 میلیمتری و یا یک واتر کولر 280 پشتیبانی میکنه. و البته باید در نظر بگیرین که به دلیل همون 10 میلیمتر ارتفاع کمتر و در نظر گرفتن 3 میلیمتر فضای مدیریت کابل بیشتر در قسمت پشت این کیس، استفاده از واتر کولر در این بخش در کنار رم‌های دارای هیت سینک که کمی ارتفاع دارن ممکنه چالش برانگیز هم باشه. در قسمت پایین اما کیس پارسوو کلا از فن پشتیبانی نمیکنه، در صورتی که کیس F700 فاتر در این قسمت از 3 فن 120 پشتیبانی میکنه. و باز هم نکته جالبش این که یکی از فن‌های قسمت پایین روی جایگاه ویژه هاردهای 3.5 اینچی نصب میشه که میتونه یک مزیت منحصر به فرد برای یک کیس باشه. در قسمت کناری هم همچنان کیس F700 فاتر با پشتیبانی از
از 3 فن 120 میلیمتری نسبت به رقیب سبز خودش که تنها از 2 فن 120 میلیمتری پشتیبانی میکنه پیشتره. همونطور که در ابتدای ویدیو گفتیم کیس F700 فاتر در عرض 10 میلیمتر عریض‌تر از رقیب گرینی خودشه که باعث میشه در زمینه حداکثر ارتفاع خنک کننده پردازنده هم نسبت به پارسو سبقت بگیره. هر دو کیس در بخش پشتیبانی از حداکثر طول کارت گرافیک به راحتی میتونن از کارت‌های گرافیک حرفه‌ای 3 فن تا طول 39 سانتی متر پشتیبانی کنن. اما در همین بخش هم کیس F700 فاتر یه برتری دیگر رو به رخ رقیبش میکشه و اون هم اینه که با توجه به طراحی بهینه فضای داخلی در صورتی که از فن جلو استفاده نمی‌کنین برای کارت گرافیک 30 میلیمتر فضای بیشتر یعنی جمعاً 42 سانتی متر در اختیار خواهید داشت. خب بریم سر وقت یکی از مهمترین قسمت‌های یک کیس که اون هم قسمت پاوره. چیزی که اینجا برای ما قابل توجه بود اشتباه محاسباتی کیس پارسو گرینه، چرا که با پشتیبانی این کیس از کارت گرافیک‌های با طول 39 سانتی متر انتظار داشتیم از پاورهای توان بالا هم پشتیبانی کنه، اما این کیس با قرار دادن فضای 21 سانتی متری در این قسمت محدودیت‌هایی رو برای شما ایجاد کرده. در مقابل رقیبش یعنی کیس F700 فاتر با در نظر گرفتن 25 سانتی متر فضا فقط برای باکس خود پاور این امکان رو برای شما فراهم میکنه تا بدون محدودیت از هر ظرفیت پاوری که میخواین استفاده کنین. در بخش فیلترهای ورودی هوا هر دو کیس از فیلتر پلیمری مش و قابل شستشو دارای آهنربا استفاده کردن. این فیلترها در قسمت بالا یک عدد و در قسمت زیرین کیس هم یک عدد استفاده شده. اما تنها نکته قابل توجه که در کیس گرین نسبت به کیس فاتر قابل مشاهده بود فیلتر اضافه‌ای بود که در قسمت کناری استفاده شده بود. و در آخر میخوایم بهتون نکته‌ای رو یادآوری کنیم که در دنیای امروز یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی برندهای معتبر به حساب میاد و میتونه آیتم مهمی برای انتخاب نهایی شما باشه: گارانتی و خدمات پس از فروش. کیس F700 فاتر 3 سال گارانتی تعویض درجا داره که 1 سال بیشتر از رقیب گرینیشه و این تازه جدا از سرویس ویژه برند فاتره. سرویسی به نام رضایت مشتری که به شما این امکان رو میده حتی با وجود تمام مزیت‌های محصولات فاتر اگر از اونها به هر دلیلی خوشتون نیامد تا 14 روز بعد از خرید میتونین اون رو مرجوع کنین و کل بچه خودتون رو بدون کسر هیچ مبلغی پس بگیرین. این رو هم بگیم که هر دوی این کیس ها ویژگی های زیادی دارن و به دلیل یکسان بودن اونها در این دو کیس در موردشون در این ویدیو توضیحاتی ارائه نشد و هدف اصلی برای ساخت این ویدیو نشون دادن وجه تمایز این دو کیس با یکدیگر بود. در آخر باید بگم به نظر میاد کیس F700 فاتر با برتری های متعددی که در بخش های مختلف داشت و با توجه به کیفیت بالاتر و در مقابل قیمت پایینترش ارزش خرید بسیار بالاتری نسبت به رقیب خودش داره. اما در نهایت این شما هستید که باید همه موارد را بسنجید و تصمیم بگیرید کدام یک از این دو کیس نظر شما را برای خرید جلب می‌کنند.